لما تحرم شيئا قل يا ربي يا مغني ينسيك لا تتذكر سلام على من يشكر. السلام علیکم دوستان عزیز، امیدوارم همگیتون خوب هستین. خوبی شما آرزوی همیشگی من از تماشابینان عزیز. در اینجا با شما خوراک عبید تیار کردم. شوهرم و خرنایان در خانه هم امروز و یا ششلیک کردیم در دخوفکم. ما کمتر گوشتی گوسپنده بیرون کردم. بگیم ولاگ امروزه همش از درون اشخانه میشه دوستان عزیز. تا آخرش تماشا کنین ولاگه. تا خوراک من تیار شدن تماشابینان عزیز، شوهرم انمی پمیدور بودرینگو را بگیم انمی خیلی ریزه کده فسانی کده در تریلکه موندن. خوراک ما هم تیار شد دوستانی عزیز. خوراک هم میکشیم در تریلکه برای در سر خانه میبریم شه. دوستان عزیز، خوراک ما تیار شد. انا همین خیال آمد خوراک کشنیم برای دسترخانه آوردیم. با ما اشتیای طعام کدام خلاصه به ویو هم اشتیای طعام. ولاگ امروزه را در همینجا به آخر میرسونیم دوستان عزیز. از همه شما منت دارم برای دستگیری ها، برای سخنهای خوب شما هستین که کانال ما پیش میرود. کسانی که ابونه شدگی نیستن، یعنی که پادپیسات سکردگی نیستن، پادپیسات سکنین، لایک و کامنتر فراموش نکنین دوستانی عزیز. خیر در پناه خدا باشین مردم خوبی مسلمانی روی دنیا. تا ویدیوهای آینده خداوند همگیتون نگهبان باشد.